ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 22 فوریه سال 2024 بحث دو جوان از کوچه اسپیچک با اتهام می دلبوشی خبر داد. بنا به اطلاع نشر شده از جانب کارمندان میلیشیا در اساس مراجعت و نوار ارسال کرده یک ساکن پایتخت برای ویران نمودن ترتیبات جمعیتی شهروند اشرف محمد شاه سال تولدش 1995 و شریپوف احسان سال تولدش 1990 استقامت کنندگان شهر دوشنبه کوچه اسپیچک دستگیر کرده شدند. میلیشیا گفت ضمن سنجش معین گردید که نام بردگان صحنه 9 فوریه سال جاری هنگامی در کوچه اسپیچک قرار داشتنشان به یگان اساس جوان به میلیشیا مراجعت کرده را با الفاظ قبیح دشنام و حقارت نموده با او مناقشه کرده ترتیبات جمعیتی را دغلانه ویران کردند. وابسته به حالت مذکور نسبت اشرف محمد شاه و شریپوف احسان طبق طلبات ماده 460 کدش حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان با اتهام می دلبوشی پروتکل‌های مأموری را ترتیب داده از جانب دادگاه نسبت هر کدام از آنها جزا در نمود حبس مأموری به مدت 7 شبانه روز تعیین کرده شد. خود اشرف و شریپوف یا نزدیکان آنها برای شرح قضیه دسترس نیستند.